سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطوری روی دستگاه اندرویدتون سمپ لانچر رو نصب کنید و وارد سرور ایران رول پلی بشید. اول از همه شما نیاز به یک فیلتر شکن دارید تا باش بتونید سمپ از فروشگاه پلی دانلود رو نصب کنید. بعد از اینکه فیلتر شکنتون رو کانکت کردید، وارد فروشگاه پلی بشید. در قسمت سرچ عبارت سمپ لانچر رو جستجو کنید. گزینه اولی که میاد سمپ لانچر اصلی هستش. روش کلیک کنید و برنامه رو نصب کنید. بعد از اینکه سمپ لانچر نصب شد، فیلتر شکنتون رو قطع کنید و سمپ رو اجرا کنید. در این قسمت ممکن است شما یه سری اجازه ها و دسترسی ها بخواد که باید اون دسترسی ها رو بهش بدید. بعد از اینکه دسترسی ها رو دادید، بعد یه برنامه‌ای رو نصب کنید که سمپ اصلی هستش. بعد از اینکه نصب شد، این گزینه برای شما قرمز میشه و به شما دو تا گزینه میده، دیتا یا اورجینال و لایت. به شما توصیه میکنم حتما لایت رو نصب کنید. بعد از اینکه نصب کردید و این گزینه ثبت شد، در قسمت ستینگ تنظیمات خاصی نداره. وایس چت برای اینه که وقتی فعالش میکنید درون سرور برای شما یه گزینه میاد که با زدنش میتونید با دوستانتون داخل سرور صحبت کنید. در قسمت سرورهای زیادی برای شما میاد که ما با هیچ کدومشون کاری نداریم. قسمت بالای صفحه قسمت‌های هاستد، موبایل و فیوریتس هستش و شما باید روی فیوریتس کلیک کنید، روی اد سرور بزنید و آدرس سرور ایران رول پلی رو وارد کنید. بعد از اینکه آدرس رو وارد کردید، چند ثانیه منتظر بشید و میبینید که سرور براتون لود میشه. بعد از اینکه سرور لود شد، روش کلیک کنید و یه اسم برای خودتون انتخاب کنید. لازم نیست اسم خودتون باشه، ولی حتما از یه اسم RP استفاده کنید، یعنی یه اسمی که واقعی باشه. از لقب استفاده نکنید. ترجیحاً یه اسم باشه، ایرانی خارجیش فرقی نمیکنه. برای مثال توماس اندرسون. بعد از اینکه اسمو وارد کردید، روی گزینه پلی بزنید و وارد سرور بشید. دوستان عزیز، لازمه که بدونید ایران رول پلی بزرگترین سرور ایرانی در سمپ هستش. اینجا از شما میخواد که یک رمز خوب برای اکانت خودتون انتخاب کنید. توضیحات این که چطوری یه رمز خوب رو انتخاب کنید به صورت فنگلیش اونجا درج شده. حالا ما برای مثال از رمز 1 تا 6 استفاده میکنیم، ولی شما حتما از یک رمز خوب استفاده کنید. در این قسمت از شما میپرسه که آیا پلیری شما رو به سرور دعوت کرده یا نه. اگه آره اسمشو بنویسید، اگه نه اسکیپ کنید. در اینجا سن خودتون رو وارد میکنید. در این قسمت شما جنسیت خودتون رو انتخاب میکنید و اینجا هم یک رنگ پوست انتخاب کنید. بعد از همه اینا شماره تلفن همراه خودتون رو باید وارد کنید و منتظر باشید تا یک کد 4 رقمی واسهتون ارسال بشه. بعد از اینکه کد واسهتون ارسال شد، اون رو در قسمت لازم وارد کنید. حالا شما در این قسمت باید برای شروع یه اسکین برای خودتون انتخاب کنید. البته بعدا میتونید از اسکین شاپ ها اسکینای بهتری برای خودتون بخرید. گزینه سلکت رو بزنید و وارد سرور شدید. اگر سوال یا مشکلی داشتید، میتونید کد /help me رو داخل چت وارد کنید و درون کادر مربوطه سوال خودتون رو بپرسید تا هلپرها به شما کمک کنن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.